سلام به همگی. میگم کابوسای شبانه عظما کم بود، کابوس پاریس هم اضافه شد. حالا دیگه دل تو دل خامنه نیست، مدام تو پیچ و تابه که مبادا این آتیش گرد بگیره و بشار گردن درازشو خاکستر کنه. در ارتباط با انعکاسات تهاجم پاریس، اولاند گفت این یک عمل جنگی است و بدین وسیله اختیار وارد شدن به جنگ در سوریه را کسب کرد. کامرون نیز گفت ممکن است انگلستان بدون اینکه حتی منتظر رأی پارلمان باشد وارد این جنگ شود. علاوه بر این، هماهنگی بزرگ میان اروپا و ترکیه و به ویژه بعد از مکالمه‌ای که در رابطه با عمل نظامی میان اردوغان و اولاند بود، نشان می‌دهد که اروپا می‌خواهد وارد این جنگ شود. اون چه که خامنه و باقی اذنابشو به هول و بلا انداخته خود جنگ نیست، طرف حساب جنگه. یعنی همشون خوب میدونن که این دومینو تو ادامه مسیرش بشار رو دراز میکنه و ته خطم به عمامه ولایت میرسه. بله. علیرضا خسروی نماینده سمنان گفت همانطور که در 11 سپتامبر به این بهانه به منطقه و کشورهای مسلمان لشکرکشی کردند و با نامیدن ایران به محور شرارت قصد حمله به کشور را داشتند، بنابراین بعد از این اتفاق حتما باید منتظر یک جنگ صلیبی دیگری باشیم. نکته جالب توجه این که اکثر دستگیر شدگان اسامی اسلامی دارند که این در جهت اسلام هراسی و ایران ستیزی است. آقا به خاطر همین پس لرزه هاست که سید علی باپور یه هفته از لالمونی گرفته. خب آخه تازه بیاد چی بگه؟ اگه فیگور همدردی با مردم فرانسه رو بگیره که نمیشه، یعنی اصلا تو خونش نیست. بعد تازه دهن اراذل و اوباش باندشو چطور ببنده؟ اگرم بخواد حرف اصلیشو بزنه و خوشحالی کنه که خب اونم دیگه خیلی سیته، چون تو سرازیری آخره و اصلا رمق سیب شدن تو جنگ بعد از 11 سپتامبر فرانسه رو نداره. یعنی اصلا این حرفا به ریش زرمالش نمیاد. حادثه پاریس در حال شکل دادن یک اجماع غربی در سطح مردم و مسئولان برای توجیه لشکرکشی غرب به منطقه است. غربی ها با استفاده از حادثه پاریس تلاش زیادی می کنند پای ایران را هم به این ائتلاف غربی باز کنند تا بدین ترتیب اول روحیه مقاومت را تضعیف کنند و بعد ریشه آن را بزنند. بله، اینم اشاره تلویحی کیهان شریعت نداری به بنبست عظما. حالا خنده دارتر از تریپ خامنه قیافه کوسه و همپالگیاشه. اینا یه بادکنک پاره رو گرفتن دستشون و دارن هی فوت میکنن شاید یه فرجی بشه. با توجه به اینکه الان دنیای سیاست به شدت آشفته شده و شاید همین مسائل تا حدی پرونده هسته‌ای ایران را از دستور کار خارج کند، مثل تروریسمی که الان به اروپا کشیده شد و اروپایی ها برای مقابله با تروریسم نیازمند ایران هستند، لذا اگر ایران خوب بازی کند زمان مناسبی برای بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران است. برو به بابا کوست بگو شطورم نیستی که بگیم داری پنبه دانه میخوری. بهش بگو بازی خوب کدومه، نیاز به ایران چیه، کجای کاری آجی؟ دوره مبخوری ها گذشته، خاکریز ماکریزا جمع شده. اون بویی که به دماغ شما خورده بوی کباب مماشات نیست. قراره تو منطقه خر داغ کنن، قراره تروریست عمامه دار رو بی عمامه داغ کنن.